نام خدا. دوستان عزیز، ما دستگاهی داریم به نام وایکس. بحثیم در مورد این دستگاه نیست. بکنید باتری این دستگاه، فقط این دستگاه نه، خیلی از دستگاه دیگه باتری قلمی میخوره. یعنی اپراتور باید بره باتری قلمی بگیره واسه استفاده از دستگاه. حالا بخواد از لوپ بزرگ استفاده کنه، این باتری ها کم میارن، یا بخواد زیاد با دستگاه کار کنه، این باتری ها فقط یک ساعت اول کارهای مفید دارن. بعد یه ساعت دستگاه سریع از بالانس خارج میشه، دستگاه به هم میریزه، دستگاه قدرت خوبی نداره. حالا این یکی از نقص‌های باتری‌های قلمی هستش، دستگاه‌هایی هستش که باتری قلمی می‌خورن. حالا ما می‌خوایم کاربر یا اپراتور باتری داشته باشه که هر وقت خواست خودش تو خونه بزنه شارژ، دیگه نره باتری بخره. باتری‌های خوبم خیلی کم هستش، باتری خوب گرونه. به جای این میایم باتری شارژی استفاده می‌کنیم. برای این کار ما چیکار می‌کنیم؟ ولتاژی که برای دستگاه‌های مثل وایس، حالا این دستگاه استفاده میشه، تقریباً 10 تا 12 ولت هستش. 9.8 تا 11.5 ولت هستش. ما اینجا 8 تا 1.5 داریم، تقریبا میشه 8 ولت به علاوه 8 تا نیم هم میشه تقریبا 12 ولت. خب ما به جاش میایم از 3 تا 3.7 استفاده میکنیم. این باتری‌ها دست دوم هستن، کار شده هستن. حالا فعلا چون بحث آموزشیه میایم از همین استفاده میکنیم. داخل قابو تمیز میکنیم، پس بلندی‌هاشو میگیریم. 3 تا باتری به صورت سری میذاریم که در مجموع 3 تا 3.7 ما بشه تقریبا 11 ولت. تقریبا 10 تا 12 رو به ما میده، تا 11.5 به ما میده. برای این کار ما به چی نیاز داریم؟ به سوکت یا کانکتور که به شارژر ما وصل بشه. برای این کار ما یه شارژر هم نیاز داریم، یه کانکتور مادگی نیاز داریم. هم میتونید از این کانکتور کلفتر استفاده کنید، هم میتونید از این استفاده کنید. و قطعه بعدی که ما نیاز داریم یه دیود ما تقریبا دیود میتونیم مثلا 4000 IN 4001 استفاده کنیم، هم میتونیم تا 4007 هر کدوم، اینا بحث‌های عمومی هستش، میشه استفاده کرد. این دیود یک سوسازه با تحمل جریان لحظه‌ای بالا و تا 1 آمپر هم به ما کار میده. میتونید اینم نذارید، ولی بحث این هستش که ولتاژ بالا وارد نشه. بحث این هستش که اتصالی اگه کرد باتریامون نسوزه. این کارو میتونیم انجام بدیم. پس چی شد؟ یه دونه کانکتور مادگی که شارژر رو بزنیم داخلش، یه دیود این 4001 تا 4007 و 3 عدد باتری لیتیوم 3.7. باتری ها رو ما به صورت سری نصب میکنیم که در مجموع بشه 10.5 تا 12 ولت. خب حالا استارت کارمون رو میزنیم با امید خدا. اولین کاری که میکنیم، حالا باتری رو فعلا میاریم بیرون، کانکتور مادگی رو وصل میکنیم که برای بحث شارژ کردن ما هستش. قبل اینکه اینو جا بزنیم ما میتونیم که سیماش رو وصل کنیم. اینجا کابلای مربوطه رو وصل کنیم، یکیش که مثبت میشه، وسطی بیرونی منفی میشه. مثبت ما سمت چپ اینجا، منفی ما سمت راست. ما برای این کار یه مقدار سیم لازم داریم. الان استوب. ببینید ما باید تو این مرحله این کانکتور رو جا بزنیم، دیودش رو جا بزنیم، بعد بریم تو مبحث نصب باتری ها. منفی داریم، مثبت داریم. دیود به مثبت وصل می‌کنیم. سوکت وسطی مثبت ما میشه، بیرونی منفی ما میشه. چون قطعات ما کار شده است، یه خورده با احتیاط کار میکنیم، باید یه ذره تمیزکاری هم انجام بدیم.
کانکتور مادگی کابل شارژ رو وصل میکنیم. واشرش اینم مهره 8 فکر کنم. یه جوری تنظیم میکنیم که مثبتمون به سمت پین مثبت بیفته. این کار یه جور کار دستیه دیگه، یه جور تقریبا ابتکار به حساب میاد. شما میتونید از روش‌های دیگه استفاده کنید. حالا ما یه دیود میخوایم که به سوکت مثبتمون وصل کنیم. حالا روغن لعی میزنیم که حالا چسبندگیمون درست بشه. مرحله بعدی ما باید دیود رو وصل کنیم. حتی اگه بتونیم پیداش کنیم. کنید دیود بایاس میگیم، درسته؟ دیود معکوس ماست. خب ما میخوایم که ولتاژ ورودی داشته باشیم ولی خروجی نداشته باشیم. یعنی اگه احیانا دستگاه اتصالی کرد نسوزه. حالا مولتیمتر میذاریم رو بیزر ببینیم کدوم طرف ورودی ماست کدوم طرف خروجی ماست. بیزر هیچ علامتی نمیده. البته اینا رو برای آموزش میذارم. بلا بذاریم حالت دیود، حالت دیود دی. ببینیم الان اگه راه بده باید یه عددی به ما بده. خب پس این طرف ورودی ما میشه، اون بر خروجی ما میشه. این سمتش که منفیه ورودی ما میشه. ما میخوایم که دیود ورودی داشته باشه ولی خروجی نداشته باشه. کنید این ور منفی این ور مثبت. دیود رو دادیم به قسمت مثبت دستگاه. حالا ما باید 3 تا باتری وصل کنیم. 3 تا رو باید سری کنیم که 12 ولت خروجی به ما بده. این باتری دستگاه بود مثبت وصل به منفی. خب مثبت رو وصل کردن به منفی. حالا ما یه منفی میخوایم برای خود دستگاه. این ور وصل میکنیم. ببینید این منفی مستقیم میره واسه پین منفی دستگاه. ببینیم اگه اشتباه وصل نکرده باشن. منفی وصل میکنیم به مثبت، این منفی هم وصل میکنیم به دستگاه. یه مثبت هم اینجا داریم که میره باز واسه پین اصلی دستگاه. ما الان باید این منفی رو برای اینکه میخوایم سری کنیم وصل کنیم به مثبت، یعنی این منفی به مثبت. در اصل باید جوش بشه ولی ما امکاناتش رو نداریم. ما میخوایم با یه تیکه سیم منفی وصل کنیم به مثبت، بردمون رو سری کنیم. خب برای این کار به یه مقدار سیم نازک نیاز داریم، چون مرحله بعدی روی باتری ها رو روغن میزنیم، هم برای تمیزکاری هم برای چسبندگی بیشتر. حالا چون دستگاه جوش نداریم مجبوریم که حرارت رو اینجا بیشتر کنیم که چسبندگیمون بیشتر بشه. یه تیکه سیم کنار گذاشته بودیم واسه همین منظور. حالا این سیمو ما کنید، ما میخوایم باتری ها رو به صورت سری وصل کنیم، درسته؟
منفی وصل میکنیم به مثبت. اون منفی مثبتی که یه منفی مثبت میمونه اینجا برامون، این منفیه که میره برای باتری. نکنید این منفی هم وصل شد به مثبت. اینجا یه مثبت برامون جا موند، اینجا هم یه منفی برامون جا موند. یه مقدار کابل به مقدار 10 سانت 5 سانت نیاز داریم که اینو به مثبت وصل کنیم. تقریبا 10 سانت هم نیاز داریم که منفی رو به منفی وصل کنیم. تقریبا باتریمون میشه گفت آماده است، آماده شده. ولی قبل این کار کابل اینو وصل می‌کنیم. 5 سانت سیم نیاز داریم. دستم روغنی سرخ. سیم رو به روغن آغشته می‌کنیم برای تمیزی و چسبندگی بیشتر. حالا من اگه استاپ میزنم نمیخوام که ویدیو طولانی بشه، حوصلتون سر بره. و بعدا فیلمو بعضی قسمتاشو میزنم به حالت تند. خب سیمم وصل میکنیم به امید خدا. ببینید این الان مثبت به پین مثبتمون وصل میشه. اگه زوم حالا من ندارم، اینجا مثبت اینجا منفی هستش. یه منفی هم اینجا داریم که باید وصل بشه به، پس ما اینو میذاریم سر جاش. ببینیم اندازه کابلی که باید در نظر بگیریم چند سانته. تقریبا میشه گفت 10 سانت، چون منفیه ما از مشکی استفاده میکنیم. تقریبا 10 سانت، 10 تا 12 سانت. قسمتش لخته، دو طرف رو روغن میزنیم و حالا این قسمت گفتیم منفیه دیگه، یه بار دیگه هم نشون بدم بهتون. می‌بینید برای مثبت از کابل مثبت استفاده کردیم، برای منفی از کابل از کابل قرمز استفاده کردیم، اینجا از کابل مشکی. جوش زدم، مثبت هم جوش زدم. حالا باید سعی کنیم نذاریم این وسط هم بچسبه. اینو با چسب 1 2 3 حالا هر چسبی که خودتون میدونید. ببینید منفیه دیگه، درسته؟ نکنید اینو میچسبونم اینجا. مثبت هم میچسبونیم به قسمت مثبت. ببینید ما الان یه باتری البته اینا رو چسب میزنم. قابل شارژ درست کردیم که الان ولتاژ مناسب احتمالاً با ما نده، چون این باتری تقریبا 1-2 سالی میشه اصلا شارژ نشده. 8 ولت داره میده به ما. حالا میزنیم به شارژ. بعد اینکه شارژ شد تست کردیم، زیر این باتری ها رو چسب میزنیم، ثابت میشه، محکم میشه و از اونم براتون تست میگیرم. گفتم برای این کار ما به شارژر سویچینگ نیاز داریم. هر وقت که ولتاژ به 11 رسید خودش قطع کنه. یعنی من اینجا از ماژول استفاده نکردم، چرا به جاش اومدم از یه شارژر سویچینگ استفاده کردم که خب یه شارژر دیگه داریم. من استوب بزنم. شارژر که به این کانکتور بخوره رو آوردم. شارژر سویچینگ نیست،
ولی ببینیم کارمون چی شد. ببینیم حالا چه ولتاژی داره به ما میده. الان دوازده ولت. ما از اینجا بگیریم 8 ولت، از اینجا بگیریم 8 ولت، از اینجا بگیریم 8 ولت. نه دیگه باید دیودو برعکس کنیم. ببینید ما شارژر رو وصل کردیم، یه شارژر 12 ولت وصل کردیم، داره شارژش میره بالا. نگونید 9 ولت 8 ولت متغیره. حالا یکی باتری ها رو تست میکنیم. 2.93 اینم 3 ولت داره میره بالا کم کم. 2 3. خب زمانی که باتری ما حالا اون آمپرش بالاست، فکر کنم 1 ساعت شارژش کنم. میدیم ویتنام شارژرش هم شارژر خوبیه. اینم 1 آمپره، نه 2 آمپر 12 ولت 2 آمپر. اینا تقریبا 3600 میلی آمپر باید در از 3 ساعت باشه، چون استاندارد نیست و این شارژر ما سویچینگ نیست، ما به 1 ساعت اکتفا میکنیم. باتری الان درست شد. حالا این شارژری نیست که ما باید استفاده کنیم، باید شارژر سویچینگ استفاده کنیم.